ба натиҷаҳои фаъолияти шашмоҳаи мо. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان صالحه خال محمدزاده شهروندی روسیه شدن 850,000 تاجیکستانی را در 10 سال اخیر مایه‌ای نگرانی نمی‌داند. او در نشست خبری روز 13 ایول در دوشنبه گفت آنها در هر صورت تاجیک باقی می‌مانند. این خواهشی هر یک شهروند است، چون اون دیاسپوراها و هموطنان برونمرزی که در فدراسیای روسیه و دیگر دولت‌ها فعالیت می‌کنند، گرچنده که شهروندی هم داشته باشند، برای آبادی کشور در ساختمان بنگاه و مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تعلیمی و مکتب و معارف و تندرستی و بناهای استقامتی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. تنها در 2 سال اخیر 120,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شدند. این آمار را سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیان گریگاروف در صحبت با خبرگزاری دولتی تاس گفته است. با این نشان داد شهروندان تاجیکستان سال 2025 در رویخط خارجیانی که شهروندی روسیه را صاحب شدند جای اول را گرفتند. جامعه شناس شهرت لطیفی بر این است که شهروندی روسیه شدن چنین شماری از تاجیکستان ها نه تنها امتیاز بلکه خطرهای جدی را هم پیش بینی می‌کند. فشار روسیه هرگاه میتواند نه فقط مهاجران پیشتر گوییم تنها ما میگفتیم که مهاجران استفاده می‌کنند، ولی امکانات بیشتر میشود استفاده برای اون شخصانی که دو شهروندی دارند. این هم یک گوییم اگر اهرام فشار نسبتی دولتی تاجیکستان است. اما پروفسور مظفر علیموف زیاد شدن تاجیکستانی های شهروند روسیه را در دراز مدت خطری به خود تاجیکستان نمی‌داند. برعکس با روسیه بودن، از امکانات روسیه استفاده بردن برای تاجیکستان فایده می‌آورد و ضرر کمتر است. تا سال 2021 تاجیک ها در دریافت شهروندی در روسیه پس از اوکراینی ها در جای دوم قرار داشتند. با آغاز جنگ روسیه در اوکراین و حادثه حمله به تالار کراکوسی کنار مسکو که روسیه چند زاده تاجیکستان را عامل آن دانست، این شماره کاهش یافته بود. میان تاجیکستان و روسیه از سال 1995 سازشنامه‌ای بین دولتی بسته شده است که داشتن دو شهروندی را امکان می‌دهد. سال 2008 روسیه با بهانه حفظ شهروندان سرشمار خود در گرجستان به این کشور هجوم کرد و دو منطقه آن را به قلمروهای مستقل اما وابسته خود تبدیل داد.